بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن بحران‌های مدرنیته هست. سخن در باب بحثی است که امروز بزرگترین متفکران و اندیشمندان و فیلسوفان و جامعه شناسان و روانشناسان جهان را دهه هاست به خودش مشغول کرده و مسئله است بسیار حیاتی و اورژانسی و برای انسان تک تک ما انسان‌های این عصر هم داشتن اطلاعات در این زمینه و اندیشیدن در این باره از واجبترین واجبات مسئله است که در تک تک زندگی فردی و اجتماعی ما حضور داره و ما در اون خودمون مستغرقیم، غرقیم و به اون کمتر توجه میکنیم. برای شروع ابتدای در یک تعریف بسیار گذرا واژه مدرنیته را من شرح بدم که منظور چیست. در یک تعریف ساده شده مدرنیته در واقع مقصود همین تمدن امروزی، تمدن کنونی حاکم بر جهان ماست. ویژگی های اون فرهنگ و تمدنی که البته از با رنسانس قرن 15 یعنی در کشورهای اروپای غربی شروع شد به صورت آغازین و جنینی و بعد در قرن 16 بالنده تر شد. قرن 17 عصر دکارتی، تفکر دکارتی. قرن 16 عصر اصلاح دین. قرن 17 دکارتی. قرن 18 انلایتمنت، روشنگری. در قرن 18 اندیشمندان فراوانی این تمدن را تئوریزه کردن، نظاممند کردن و در قرنهای بعدی بالنده تر و بالنده تر شد و کم کم تمام جهان را معیارهاش تا حد کمی تا قسمتی بالاخره فرا گرفت و اکثر جاهای جهان تلاش میکنن امروز خودشون را با معیارهای این تمدن تطبیق بدن، با طرز فکرش، با سبک زندگیش، لایف استایلش به اصطلاح. سبک زندگی مدرنیته امروزه همه جهان را کمی تا قسمتی فرا گرفته، زیاد یا کم، و تمدن دیگری در واقع امروز تو جهان به طور سیستماتیک وجود نداره. تمدن‌های پیشین رخت بربستن. خب مسئله این تعریف را کنار بگذاریم، نمیخوام وارد بحث‌های مقدماتی خیلی بشیم، سریعتر عبور کنیم. مسئله اصلی اینه که امروز عزیزان من دغدغه اندیشمندان جهان مسئله بحران مدرنیته و بحران‌های فراگیر زندگیه. تو عرصه های مختلف این بحران ها حضور داره که خواهیم دید. سوال اینه که واقعا چرا تمدن ما از یک طرف اینقدر پیشرفت درش هست، تمدن کنونی بشر، مدرنیته، پیشرفت هاش نه تنها محیر العقل، شگفت انگیزه، تحسین برانگیزه. بنده واژه‌ای که براش تلاش کردم چه واژه‌ای اینجا بگذارم، واژه معجزه آسا را گذاشتم. در این حد و از طرفی آن روی سکه پریشانی ها و بحران ها و چالش ها و گرفتاری ها و نابسامانی هاست. حقیقتا سؤال اندیشمندان اینه که بعد از چند صد سال تلاشی که کاشفان، مخترعان، فیلسوفان، متفکران، نیروهای اجرایی پای این تمدن کشیدن، چرا الان اینطور گرفتار آفت و آسیب شد؟ به تعبیر مارتین هایدگر چرا تمدن ما، عصر ما از دامن یک بحران به دامن بحران دیگه میغلطه؟ بحران‌های فکری، بحران‌های روانی و فلسفی و روانشناختی، بحران‌های عاطفی، بحران تنهایی، بحران بیماری‌های روانی، مشکلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی، مشکلات جنسی، مشکلات زیست محیطی، فاصله طبقاتی و غیره و غیره، تا بحران نهایتاً بحران اقتصادی که امروز جهان را دهه هاست فرا گرفته.
تو آثار اندیشمندان میگن شما عرصه های مختلف زندگی بشر رو که نگاه کنید، تمام عرصه ها میبینید در میتونیم رو آمار و ارقام انشاءالله نشون خواهیم داد که همه این عرصات به طور فراگیر در وضعیت متناقض به سر میبرند، نامطلوب. یک طرف یعنی درخشان و خوب و یک طرف تاریک و چالش برانگیز. به تعبیر بعضی از نویسندگان اگر ما بخوایم روابط بشر رو 4 دسته بکنیم، تو تمام این 4 دسته میبینیم که بحران به طور جدی حضور داره. موضوعی که هست، بعضی حتی اصطلاح سکه درو، سکه متناقض رو مطرح میکنند که همطور که گفتم یه سکه متناقض که یک روش درخشان و طلایی و خیره کننده است و یک رویش وحشتناک و خطرناک. مسئله‌ای که بسیاری به آژیرش رو میکشند و تذکرش رو میدن که من و شما باید بهش بپردازیم و بفهمیم اون را، اینه که این نکته آخره که این رویه تاریک سکه داره رویه درخشان اون را در خودش میبلعه. این مسئله اصلی و نگرانی متفکران جهانه. البته متفکران فراوانی به این موضوع پرداختند و دهه هاست که میگن مدرنیته رو با اصطلاحات عنوانهایی که به کار میبرن، عصر پوچی، عصر تاریکی، عصر تنهایی، عصر تهیدستی، عصر با خود بیگانگی، تو آثار کسانی مثل نیچه، هایدگر، یاسپرس که بزرگترین متفکران قله های اندیشه های بشر را اگر به ما بگید کیان از جمله همین ها هستند که میبینیم که توی این موضوع به مسئله بحران پرداختند و این اصطلاحات و این تعابیر رو درباره مدرنیته اینها به کار بردن. ما نگاهمون اینجا دینی نیست، از زاویه اسلامی به مسئله نمیخوایم نگاه کنیم. قله های تفکر بشر تعابیرشون درباره مدرنیته این هاست. خب این چیه؟ پس موضوع حساسی است که برای ما مجهوله، باید توضیح داده بشه و روشن بشه و دربارش بیاندیشیم، خصوصا انسان‌های کشورهای شرقی که براشون مدرنیته غربی یک موضوع شگفت‌انگیز و رؤیاست. اما این متفکران باید ببینیم چی میخوان بگن و سخنشون چیست. نکته بعدی که به اشاره عرض میکنم اینه که اکثر این بخشی از این متفکرین یک مفهومی فراتر از بحران رو مطرح میکنن. همونطور که اشاره شد، علاوه بر بحث کرایسیس، بحث کلپس و فروپاشی را به میان میارن بعضیشون، و بعضی البته فروپاشی رو قبول ندارن، میگن شرایطی در آستانه فروپاشی مدرنیته ما هستیم. این دیگه خیلی برای ما نامحسوس تره. البته از نظر اینها میگن تمدن‌های گذشته تمدن‌های بسیار با شکوهی روی کره زمین زندگی کردن، زیست کردن و امروز اثری از آثارشون جز یک سری مخروبه چیزی باقی نمونده. تمدن‌های عظیم یونان باستان، تمدن عظیم روم باستان، تمدن شگفت‌انگیز و سحرانگیز مصر باستان، تمدن بزرگ چین باستان، تمدن با شکوه ایران باستان، تمدن بزرگ اسلامی در 800 سال تمدن اسلامی رو کره زمین تو خاورمیانه. ما اینجا در قله تمدن بودیم، در ریاضیات، فیزیک، شیمی، طب، بزرگترین بیمارستان ها، بزرگترین کتابخانه ها، آزمایشگاه ها، رصدخانه ها. 800 سال اینجا مرجع تمدن بوده، همه نابود شد و رفت. پس این مسئله تمدن ها دوران مرگ دارن و بسیاری میگن الان با مرگ مدرنیته نزدیک شده ایم. اصطلاح توی اون تابلوی معروف توماس کول که همین مرگ تمدن ها رو نشون میده و نشون میده که سرنوشت تمدن های با شکوه، تابلوی نقاشی ایشون معروفه که تمدن ها در یک مقطعی دوران شکوه و مجد و عظمت و جوانی و نشاط و
شورانگیزی و حیرت انگیزی داشتند و در یه مقطعی ناگهان عواملی دست به دست هم میده و چالش هایی فرا میرسه و به این چالش ها توجه نمیشه و گویی ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن و وقتی که این آشوب ها و بحران ها علاج نشه و بهش توجه نشه، بعد دوران فروپاشی فرا میرسه و اون وقت چیزی بر جا نمیماند از اون همه شور و حال جز ستونهای سنگی، ساختمانهای متروکه. چیزی باقی نمیماند جز خاطرات، جز غربت، جز حسرت و دیگر هیچ. البته بزرگان فراوانی 100 ساله که پیشبینی این دوران بحران را آغازش را اعلام کردند که بحران از 100 سال پیش تا حالا آرام آرام شروع شده. کسانی مثل اشپنگلر تو کتاب معروف انحطاط غرب Decline of the West که کتابی ترجمه هم نشده و کتاب بسیار مهمیه، اشپنگلر توی اونجا آستانه میگه این تمدن تراژیکه و به آستانه زمستان و پیری خودش از آغاز قرن 20 وارد شده و امروز پست مدرن ها میگن که اشپنگلر درست پیش بینی کرده بود و ما آغاز در واقع این زمستان امروز داره به اوج خودش میرسه. کسانی مثل اشتراوس مثلا که همین پیش بینی را پیش کرده، البته ایشون اصلا این نوع پیشرفت، تیپ پیشرفت، پروگرس تایپ، این تیپ پیشرفت رو میگه یه تیپ فاجعه آمیزه، یعنی همون سکه دروه، یک طرفش پیشرفته این نوع از پیشرفت و یک طرف اون فاجعه آفرینه و این نوع پیشرفت باید تغییر کنه که حالا این برای ما خیلی ملموس نیست. یعنی چه نوع پیشرفت؟ مگر ما انواع پیشرفت داریم؟ بله، ایشون میگه ما میتونیم انواع پیشرفت داشته باشیم و مدرنیته یه نوع بحرانیش رو انتخاب کرده که بعداً با این آشنا خواهیم شد. خیلی سریع این قسمت ها رو من عبور میکنم که به اصل مسئله برسیم، یه سری مفاهیم توضیح داده بشه. یک مفهوم خیلی رایج مفهوم پست مدرنه. مفهوم پست مدرن از دهه 1950 60 به این طرف رو میگن دوران پست مدرن. پست مدرن یعنی چه؟ یا پسا تجدد یعنی عبور از مدرنیته، گذار از مدرنیته. بعضی این واژه رو به کار میبرن در مورد دهه‌های کنونی که ما توش هستیم. پست مدرنیته در یک تعریف باز بسیار ساده یعنی دورانی که مدرنیته بحران‌های خودش را که نشون داده، برملا شده، نقاب از رخ بحران‌ها کنار رفته. در یه دوره امثال اشپنگلر و اشتراوس و هایدگر و نیچه بحران‌ها را می‌دیدند و دیگران نمی‌دیدند و اونها آژیر می‌کشیدند و زنگ خطر می‌زدند و امروز تقریبا تمام متفکران می‌بینند و دارن زنگ خطر می‌زنند. بگذریم از کسانی که در شیفته مدرنیته غربی هستند در شرق و اصلا از این چیزها اطلاعی ندارن. خب در یک تعریف دیگه پست مدرن که ما الان از این نظر در دوران پست مدرن زندگی میکنیم، دوره تردید و یأس انسان مدرن نسبت به شعارها، اصول، آرمانهای مدرنیته است. تردید و یأس انسان مدرن نسبت به وعده های عصر روشنگری، نسبت به دریم ها، خواب ها، رؤیاهایی که در اون دوران دیده میشد و امروز میگن همه اونها دچار یأس و تردید شده. در این باره بعداً بیشتر سخن خواهیم گفت. من مفصلا در کتاب فرهنگ واژه ها این مفهوم رو توضیح دادم. اونجا در حدود 50 صفحه پست مدرنیته را من آسان و نسبتاً با زبان روشن و با منابع اصلی بحث کردم. همچنان که 60 صفحه هم 70 صفحه 60 صفحه هم مدرنیته را اونجا تشریح کردیم و توضیح دادیم.
موضوع بعدی که خیلی سریع میخوام عبور کنم اینه که دو نظریه مطرحه که اونهایی که اعتقاد به فروپاشی دارن دو دستن. یه دسته میگن فروپاشی فرایندی است، یه دسته میگن نخیر ناگهانی است، که حالا دیگه اینها رو انشالله بعدها باش آشنا خواهیم شد. اونهایی که مثل امثال مثلا نیل فرگوسن توی این که مقاله خودش میگه که دلایل شواهدی میاره که میگه درسته که مقدمات فروپاشی تدریجی ممکنه باشه، اما اصل فروپاشی ناگهان، شبیه تشبیه میکنه ایشون به اون سقوط قطار بخار تو زمان ملکه ویکتوریا که ناگهان سقوط کرد و معروف داستانش. تشبیه میکنه موضوع فروپاشی را به این مسئله که ناگهانی خواهد بود. موضوع بعدی که باز اشارتا میگم، ما دو جور میتونیم عزیزان بحث کنیم. یکی این جلسات را اداره کنیم و بحث کنیم، یکی نگاه نظری و تئوریتیکال داشته باشیم، بیایم مبانی و نگاه فلسفی و زیربناهای فکری مدرنیته را بررسی کنیم و بحرانها را با نگاه فلسفی، فیلسوفانه و جامعه شناختی و روانشناختی نگاه کنیم. یک نگاه هم نگاه ساده تر، نگاه پرکتیکال و عملیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیایم کف جامعه، کف شرایط موجود، نگاه عینی، ابجکتیو و میدانی و آماری بکنیم. ببینیم سازمان‌های بین المللی، پژوهشگران، محققان، آمارها، نمودارها چی میگن تو این زمینه. ما توی این جلسات بیشتر تو قسمت دوم سرمایه گذاری میکنیم که کار آسانتر باشه، چون قسمت اول کار سختتر و عمیق‌تری است و نیازمند حوصله فراوانی است. البته من توی قسمت اول با چند تا کتاب شما رو آشنا کنم، تو قسمت نظری و سریع عبور کنیم. مثلا یک کتاب نقد عقل مدرن که متفکران بسیاری را مقالاتشون رو اینجا، عقلانیت مدرنیته را نقد کرده. کتاب رنگنون دنیای متجدد، بحرانش، رنگنون یکی از بزرگترین منتقدانه و کتابهاش بسیار کتابهای مطرحیه. سیطره کمیت باز کتاب دیگر ایشونه. بعضی آثاری که با آثار پست مدرن ها مثلا تو این کتاب شما میتونید آشنا بشید، یا در این کتاب مثلا کتاب بحث آثار جامعه گراها و امثال مکینتایر رو میتونید ببینید. در این کتاب مثلا باز آثار پست مدرن ها، اینجا فلسفه تکنولوژی، مارتین هایدگر و دیگران در باب نقد تکنولوژی مطالبی. در زمینه بحران های زیست محیطی نگاه های نظری که به این مسئله وجود داره این کتاب ها هست. کتاب گابریل مارسل بودن و داشتن، بعداً مقداری به این اشاره خواهیم کرد. آسیا در برابر غرب آقای شایگان کتاب خوندنی است، توصیه میکنم بخونید، افقهای جدیدی رو جلوی شما باز میکنه. آقای گوستاو یونگ که روانشناس صاحب مکتبی است، این کتابش و کتاب باز مکینتایر، یک فیلسوف معروف آمریکایی که طرفداران فراوانی الان در آمریکا داره و یکی از منتقدان سرسخت مدرنیته و لیبرالیسم غربی و سرمایه‌داری غربی هست. کتاب آقای ژان بودریار جامعه مصرفی یکی از پست مدرن های معروفه. کتاب آقای آوینی هم برای شروع برای بسیاری جوان ها خوبه و کتاب هایی که در زمینه فراتوسعه هست، پسا توسعه، پسا دیولوپمنت، پست دیولوپمنت، که این هم امثال والرشتاین مقالاتش توی اینجا قابل خوندنه و بعد اشاراتی به این خواهیم کرد. موضوع پایانی که میخوام خیلی گذرا خدمت عزیزان اینجا ارائه بدم، یک سوال از جانب شما میخوام سوال کنم. ممکنه شما سوال کنید و انتقاد کنید که جناب استاد موضوع بحران برای ما حداقل شرقی ها و جهان سومی ها به تعبیری بحران مدرنیته چیز نامحسوسی است. شما تا حالا ما هرچی شنیده بودیم که مدرنیته در اوج اطلاع و عظمت. شما اگر
روی نقشه بخواید به من نشون بدید، شما میتونید از من سوال کنید که جناب استاد شما روی نقشه به ما نشون بده که کجای جهان، اگر بخوایم بگیم خوشبخت ترین جای جهان، شادترین جای جهان کجاست، کجا رو معمولا توی منابع به شما نشون میدن. من الان به شما نشون میدم این نقشه الان World Happiness Index، یعنی در واقع اون شادترین و خوشبختترین کشورها. خب کشورهایی مثل اروپایی، کشورهای اسکاندیناوی، استرالیا، ژاپن، آمریکا، کانادا و غیره. خب این کجاش بحرانه؟ این سوالی که شما از من باید بکنید. توی فضای مجازی ما هم که شادترین کشورها دیگه مشخصه. تصویری که جامعه ما از غرب داره این تصاویری که نظم، تکنولوژی، پیشرفت، عرض به حضور شما آزادی و امثال ذالک. پس این یا در زمینه رفاه اگر بگیم کدام کشورها مرفه ترین کشورها هستند، 25 تا کشور به ما معرفی کنید، من به شما معرفی میکنم. اینها به تعبیر اینجا اینها روی پر قو میخوابند که 9 تا شاخص رفاه را اگر در نظر بگیریم از نظر فضای کسب و کار، تحصیلات، آزادی، سرمایه اجتماعی و غیره اینها هستند. پس این بحران یعنی چی؟ خیلی نامحسوسه، خیلی غریبه، عجیبه، سخن بدیعی است. بذارید من باز اشکال را ادامه بدم، یه مثال جزئی تر ریزتر بزنم علاوه بر رفاه. مثلا مثال خیلی میشه زد از بهداشت، درمان، تحصیلات، آموزش، تولید ناخالص داخلی، GDP، نمیدونم شاخص توسعه انسانی و غیره. یه مثالی برای شما بزنم، مثلا مثال سلامت اداری. خب به من نشون بدید که کجای جهان از نظر سلامت اداری و فساد اداری وضعیت جهان چگونه است. باز این رو من الان به شما روی نقشه نشون میدم. این corruption perception یعنی ادراک فساد، احساس فساد. کجا فساد اداری بیشتری وجود داره، در غرب یا شرق؟ خب میبینیم که باز شرایط کشورهایی مثل اسکاندیناوی ها و اروپا و آمریکای شمالی و استرالیا و غیره، ژاپن، از نظر سلامت اداری تو رتبه های برترن. خب این کجاش بحرانی است؟ بله، این رو انشاءالله در جلسات آینده بیشتر. مسئله بیهوده نیست که آقای امثال آنتونی گیدنز، جامعه شناس بزرگ جهان، میگه مسئله معما و تناقض، معمای مدرنیته، تناقض مدرنیته. یک سکه دو رو، یک این رویی که شما دارید اینجا مطرح میکنید، اینها رویه درخشان مدرنیته است، اما رویه تاریکشه که باید بیشتر دقت بشه. و نگرانی اندیشمندان این است که رویه جهنمی و تاریک مدرنیته الان رویه بهشتی و سبز و درخشان مدرنیته را داره فرو میبلعه که در جلسات آینده انشالله صحبت خواهیم کرد. به هر حال ما انکار نمی کنیم که 500 سال پای این تمدن همت ها سوخته شده، انرژی ها مصرف شده و باید هم این تمدن امروزه درخشانی ها و پیشرفت های عجیب تر از این هم داشته باشه. کم زحمت نکشیدن پای این تمدن که انشالله این سوال و تناقض مهم را دقیق تر بررسی خواهیم کرد. بدرود تا آینده.